یعنی توکل و تکیه و امید به پروردگار باید که تمام احتیاطش رو بگیرد. مثلا این معنی رو ندارد که دیگر همه رو بپوشد، نه، تمام احتیاطش رو باید بگیرد. لیکن چی؟ باید که به پروردگار توکل و امیدی واقعی داشته باشد که پروردگار هم هرگز من رو ناامید نمیکند. چرا ناامید نمیکند؟ چرا که گفته های پروردگارم انجام دادم. وقتی که گفته های پروردگارم انجام دادم، پروردگارم هرگز من رو ناکام نمیکند. چرا ناکام نمیکند؟ به خاطر که پروردگار وعده خلاف نیست. پروردگار وعده خلافی نمیکند، هر چی را که گفت میکند. تمام. مبادا هم گرفت باز میدهد. شاعر میگوید خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید درهای دیگری. آیت در رو میپوشد، 10 در دیگه برات میکشاید. این تجربه حیات اثبات کردگی است این رو. برای همین اولا اینا یعنی بحث و بررسی در راه تو رفتم. بعد رفتم که واقعا اما آتش در همون پیش از دکانی او یعنی آتش خاموش شده است. چند دکانی رو یعنی آتش سوخت در آتش سوخت است، نابود شده است، اما دکانی ایستاده است. این یک درس است، یک عبرت است، یک پند است، سبق است. باید که مسلمان یعنی باید چنین انجام یعنی ایمان اعتقاد داشته باشد که حتمی من با پروردگارم معامله میکنم. هرگز در معامله پروردگار یعنی چی نمیکند؟ وعده خلافی نمیکند. تمام. وقتی که اولا که میدیم پروردگار میدهد. شما دیدید کسی رو که میدهد و کم شده است؟ پیامبر صلی الله میگه که ما نقصت مال من صدقه و ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا و ما تواضع احد لله الا رفعه الله. هرگز مال از صدقه دادن کم نمی شود. مال از دادن کم نمی شود. مدامی که دیانده به خاطر خدا بدهد، پروردگار بعد اون رو کم نمی کند. اما اونه که بگد که حالا عزت و شهرت و حالا دیگه تحقیر رو بگی یعنی کلمه های تحقیر آمیز. حتی وقتی که انسان زکات که میدهد، زکات مالش رو حق ندارد که به اون زکاتنده بگد که در حق من دعا کن. و خاطر این امر پروردگار به جا آورده شده است. حالا چه جایی که بعد تحقیر کند، حق ندارد بگید که حالا زکات را که داد بگید که دادر خواهر اپا عمک در حق من دعا کن. حتی این حق را نشان رو امر پروردگار به جا آورده شده است. برای همین هرگز کسی که به خاطر خدا میدهد، خدا او را عوض میدهد. اما اونایی که بعد دیگه دایم شکایت دایم یعنی منت میکنند و دیگر حتمی دیگر اونا نادر میشوند، کساد میشوند، مفلس میشوند، میرود مولاشون. چرا؟ به خاطری که به خاطر شهرت دادن، به خاطر نمیدونم که خب دیگر به خاطر خدا نشان ندهد یعنی تحقیر کسی خدا نشان ندهد. اصلا استغفرالله نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله یعنی تحقیر کسی یا که دیگر با غرضهای شومی یا اون چیزی بدهد، اون فقیر میکند انسان رو، اون بدبخت میکند انسان رو. اون یک به خاطری که هر عمل انسان وابسته به نیت مسلمان، هر عمل مسلمان وابسته به نیت مسلمان است که با کدام نیت میدهد. لبای علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من چه خواهش میکردم که یک 10 دقیقه بعد تماس بگیرید مایلش. خب وقتی که انسان یعنی عمل هر مؤمن وابسته به نیتش است، با کدام نیت این عمل رو انجام میدهی. ما یکون عبادتی به نیت نداریم. برای چی؟ به خاطری که تغییر دهنده اون عمل اصلا این نیت است. حتی اگر مسجد میاد به خاطری که مردم ببینند، یعنی از روی کبر، از روی که خود نمایی و دیگر حتی از برای پروردگار اون نماز رو نخوان، از برای نشان دادن مردم که حالا که دیگر من این هستم اون هستم، یا اینکه زکات، یا اینکه مال زیاد میدهد،
به خاطر که مردم بگویند که من دارنده. حتی فردا روز قیامت بعض